اسکوید گیم در دنیای واقعی. بعد از موفقیت فصل 1 این سریال کره‌ای، فصل 2 هم ساخته شد که این روزا خیلی بحثش داغه و همه در حال تماشا کردن این سریال هستن. اما این دفعه تبلیغ واقعی این بازی در کلمبیا منتشر شد. 160 میلیارد بگیر و در اسکوید گیم واقعی شرکت کن. یک باند تبهکار زیرزمینی در کلمبیا داره اسکوید گیم رو به صورت واقعی اجرا میکنه. قضیه از این قراره که حدود 400 نفر ثبت نام کردن و هر نفر برای عضویت در این بازی حدود $5000 پرداخت کرده. تا الان حدود 300 نفر کشته شدن و پلیس کلمبیا هم فهمیده و حالا دنبالشونه. این سریال که ساخته کشور کره جنوبیه در فصل اولش به صورت جهانی منتشر شد و به یکی از پربیننده ترین سریال ها در جهان معرفی شد. تازگی ها فصل دوم این سریال پربیننده به نمایش در اومده و فصل سوم و پایانی در حال فیلمبرداریه و انتظار میره در سال 2025 به نمایش در بیاد. گروهی 456 نفره که همگی زندگی سختی دارن و در فشار اقتصادی هستن برای بردن جایزه این بازی که 35 میلیون دلاره با هم رقابت میکنن. این افراد برای شرکت در بازی بچگونه ولی با عواقبی ناگوار به صورت ناخواسته دعوت میشن. سون لی هون بازیکن شماره 456 راننده و معتاد به قمار و همراه مادرش زندگی میکنه و برای تأمین حمایت مالی از دخترش در مضیق است. اون برای پرداخت بدهی‌های زیادی که داره در این بازی شرکت میکنه. اون در این بازی سخت و نفسگیر موفق میشه و جایزه این بازی رو میبره و در فصل 2 تصمیم میگیره با هدف دیگه‌ای در این بازی دوباره شرکت کنه. سونگی هون که قسم خورده که انتقام بگیره 1 سال بعد از بردش به بازی مرکب برمیگرده و به جمع بازیکنان ملحق میشه که از مرد پیشگام انتقام بگیره و برای همیشه به این بازی پایان بده. افسر پلیس هم به اون ملحق میشه که جلوی این بازی و مرد پیشگام که برادرش هست رو بگیره. داستان کلی این سریال درباره بازی بقا و ناامیدی اقتصادیه. بعد از گذراندن چند تا بازی مرگ و زندگی فقط 1 نفر میتونه برنده جایزه بزرگ مالی باشه. حالا در کلمبیا این بازی داره واقعا اجرا میشه و معلوم نیست که پلیس کلمبیا موفق به دستگیری این تبهکارا بشه یا نه و چند نفر در این راه کشته بشن. حالا شما بگید چقدر از دیدن سریال اسکوید گیم لذت میبرید؟